به پروژه بازسازی سمند خوش اومدید. پس از یک مدت طولانی دوباره با انرژی اومدیم که این سمند رو با هم دیگه جمع کنیم. در قسمت قبلی بازسازی سمند همانطور که در تصویر میبینید سینه فن سمند رو باز کردیم و کلاً سیم کشی داغون سینه فن و موتورخونه رو آوردیم پایین. خود سینه فن هم شکستگی داشت که یه سینه فن نو هم خریدیم و با سلیقه خودم و به صورت فابریکی شروع کردم کل سیم کشی رو به روش اصولی ترمیم کردم و سوکت های خراب رو هم تعویض کردم. پس از ترمیم نوبت کاور بود که با 3 لایه سیم کشی رو کاور کردم. لایه اول چسب لنت معمولی، لایه دوم چسب پارچه‌ای و لایه سوم رو هم با لوله خرطومی کاور کردم و نتیجه کار شد این سیم کشی فابریک و البته نو. و اما در این قسمت سیم کشی رو نصب میکنیم، سرسیم ها رو به کمک میلاد پرس میکنیم، یک سری ابزار برای ادامه پروژه تهیه میکنیم و کلی کارهای دیگه که در ادامه ویدیو میبینیم و در نهایت سمند رو استارت میزنیم. امروز رو با دست سیمی که از داخل کابین به موتور خونه اومده بود شروع کردم. این دست سیم همان دست سیم اصلی هست که به سیم کشی موتور خونه، سینه فن و ECU متصل میشه. پس از حساسیت بالایی برخوردار بود. این سیم ها رو با سلیقه کاور قبلیش رو که پوسیده بود باز کردم، سیم های خراب رو ترمیم کردم و کاور 3 لایه رو روی این دست سیم اجرا کردم. چند مورد سوکت بود که شبیه هم بودن، من نتونستم جاشون رو تشخیص بدم و همینطور با آزمون و قطع تونستم جاش رو پیدا کنم و نصب کنم سر جاش. و این که حالا یه 2-3 تا سوکت دیگه مونده که اونا جاشون رو پیدا کنم که
واسه امروز دیگه کافیه و کلی امروز کار کردیم. سینه فن رو نصب کردیم با 3 تا رله نو و حالا فناشم که از اون سینه فن قدیمی باز کردیم انداختیم روی این فنه. سیمکشی سینه فن رو هم نو کردیم همشو و این قسمت مونده که کاور میخواد، قسمت سوکت لامپ و اینا که حالا موقع نصب لامپ که احتمالاً جا به جا بشه کاور میکنیم. Burada ya pomp. Vururam o səs bir şeydən vururam. Benden selam salım. Nasıl bizi yapacağız? Kesin yapışın. Ha bir tane bunu. Bu ne la sık bize de bunu. Dan bize de dan. Yatsın. Yatsın. Ne oldu? Baş çıktılardı esas benim. İstiyata. Nasıl bak çıkmıyormuş. پس از نصب سوکت ها سر جای خودش و پرس سرسیم باتری و سیم اتصال به بدنه، نوبت نصب سینی باتری است. سینی باتری و محافظ باتری رو با دقت سر جای خودش میبندیم و سپس باتری رو سر جای خودش محکم میکنیم. اینجا یکی از ویدیوها رو ما گم کردیم، ویدیوی نصب سینه فن. اما در ادامه سعی میکنیم این پروژه رو با دقت بیشتری پیش ببریم و البته کیفیت این پروژه بستگی به حمایت‌های شما دوستان عزیز داره. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. Where is start where?
حالا بعد اینکه اینا رو شستیم میذاریم جلو آفتاب و خشک بشه، بعد رنگش رو بزنیم که رنگش هم مشکیه دیگه، کارمون تمومه با اینا. بزن بریم. پس از شستشوی جلو پنجره و رنگکاری آن، نوبت نصب قطعات داخل سپر هست. چراغ‌های قبلی که شکسته و کدر هستند رو هم فعلا نصب می‌کنم، چون زمستون شروع میشه و من جای سرپوشیده ندارم که این پروژه رو ادامه بدم. بنابراین ادامه پروژه رو بعد زمستون از سر خواهیم گرفت، یا اگر جای سرپوشیده پیدا کردیم پروژه رو مجددا شروع می‌کنیم. البته الان که دارم این ویدیو رو تدوین میکنم خرداد ماه سال 1404 هست و اون زمستون سخت رو پشت سر گذاشتیم و پروژه رو شروع کردیم. پس با این پروژه همراه من باشید. سلام خدمت دوستان عزیزان، من سیمکشی سمند رو به کلی تمومش کردم و الان میبینی که دارم سوار میشم. کلی از ایراداتش برطرف شده. یه سری ایرادات اساسی داشت، مثلا موقعی که از یه حالا سرعتگیر چیزی رد میشدی خود به خود ماشین خاموش میشد. این یکی از مشکلات اساسی بود. بعد عرض به خدمت شما استارتش مشکل داشت، سیگنالش مشکل داشت و پشت آمپر حالا یه سری تو سوکت های کیلومتر و اینا ایراداتی داشت که با تعویض سوکت ها اینا هم برطرف شد. کلا سیمکشی رو بازسازی کردم، سیمکشی نو نخریدم، سیمکشی رو بازسازی و صفرش کردم. خب اگه این ماشین مدل 84 اگه سیمکشی تازه میخریدم 100% یه سری ایراداتی به وجود می اومد. به خاطر همین من سیمکشی اصلی و فابریک کارخونه خودش رو بازسازی کردم. خیلی دقیق و حساس این کار رو انجام دادم و خیلی عالی شد. یعنی فکر نمی کردم که بتونم این سیمکشی رو جمعش کنم. خدا شکر تونستم جمعش کنم و بتونم راه اندازی کنم. خیلی خوب شد. خب دوستان باید خدمتتون عرض کنم که این پروسه سیمکشی کلا 1 ماه زمان برد واقعا، چون من شاغلم و یه سری کارهای دیگه هم دارم که حالا البته شغلم آزاده ولی خب نمیتونم زیاد وقت بذارم. حالا روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه روی این ماشین کار کردم و اینکه 1 ماه زمان برد و الان هم که دیگه حالا ادامه پروژه هستش و
صافکاری و حالا نقاشی و اینا هستش، فصل پاییزه و اینجا هم پاییز واقعا دیگه مستقیم بعد حالا تابستون وارد زمستون میشی و یه جای سرپوشیده هم ندارم ماشین رو ببرم کاراشو تو انجام بدم. به خاطر همین موندم و فکرم خرابه، نمیدونم باید چی کار انجام بدم و یه جایی رو باید اجاره کنم. حالا میگردم دنبال یه پارکینگی، حالا یه انباری، چیزی که بتونم ماشین رو انتقال بدم و اونجا کاراشو انجام بدم. واقعا این یه مشکلیه برای ادامه پروژه. حالا یه فکری براش میکنیم که اینطور نمونه. حالا ببینیم چی کار میکنیم. یه جایی رو اجاره کنیم، پیدا کنیم، حالا یا از یکی قرض بگیریم. واقعا موندم توش. بعد مشکل دیگه هم اینجاست که من این ماشین رو سوار میشم، یعنی یه ماشین دیگه ندارم که بتونم باش کارامو انجام بدم و اینو بازسازیش کنم. این خیلی مشکل بزرگیه. من اینو سوار میشم، هم میخوام که بازسازی کنم. واقعا نمیشه چرخاشو بالا داد و یه سری کارا رو حالا انجام داد روش 2-3 روز بمونه تو پارکینگ و اینا، چون نیاز دارم بهش و اکثرا کارامو با این انجام میدم. مثل وانت استفاده میکنم دیگه ازش. اینم یه مشکل دیگه هست. حالا ببینیم چی کار میکنیم دیگه. ادامه پروژه. یه سری ابزار خریدیم واسه کار سمند و کارگاهمون. یه ترانس جوش تانوس که 200 آمپر واقعی هستش، ساخت ایرانه. و این پشت هم یه سری ابزارات خاص واسه رنگکاری. این پیستول رنگ حرفه‌ای هستش، مارک کنزاکس 3 تنظیم هستش و نازله 1 و 3. یه سنباده یه سنباده لرزان گرد خریدم. برگی هستش. حالا دلیل اینکه برگیشو خریدم رو بهتون میگم. و یه دونه هم از این نازلای هواگاز که واسه برش و جوشکاری بدنه ماشین و کلی کارهای دیگه میشه باش انجام داد. حالا واسه این باید یه کپسول اکسیژن بخریم. من نمیخوام زیاد بزرگیشو بخرم، حدود 10 لیتری. حالا باید پیدا کنیم و تهیه‌اش کنیم که حالا وصلش کنیم. گازش هم از یه پیکنیک 2 لیتری استفاده میکنم. قیمتای اینا رو، البته قیمتش روش هست، قیمتاشو حالا اگه خواستین کامنت ازم بپرسین، من قیمتا رو براتون میذارم. حالا یه سری ابزار تهیه کردم واسه پروژه هامون که بریم سری واسه آنباکس و معرفی ابزار هامون. خب دوستان عزیز، اولین ابزاری که داریم ست 4 تایی لیسه فلزی هستش که این رو واسه پروژه سمند و حالا کمپرسور باد تهیه کردم. ابزار بعدی ست لیسه پلاستیکی 5 تایی هستش که این هم واسه پروژه سمند و احتمالاً کمپرسور باد ازش استفاده میکنیم و پروژه های دیگه. ابزار بعدی که تو حالا ویدیوهای فنی خیلی دیده باشین، یه گونیای جوشکاری آهن ربایی هستش که حالا کاربردش رو حتما من مطمئنم که تو حالا ویدیوهای فنی اگه دنبال کرده باشین حداقل یه بار دیدینش. اینم یه گونیای آهن ربایی جوشکاری. ابزار بعدی سنباده‌گیر مشتی هستش که واسه پروژه سمند گرفتم که واسه سنباده کاری بطن و اینا، حالا بدنه کار خیلی کاربردیه. این قسمت گیره هاشه که سنباده وصل میشه به این قسمت و
شما به راحتی میتونید کار سنباد کاری رو با این ابزار انجام بدید. ابزار بعدی سنباد گیر کوچیک هست واسه کارهای ظریف. خیلی کاربردی، حالا استفادهش رو نمیدونم، همینجوری گرفتم، قیمتش هم زیاد قیمت خاصی هم نداره، هلوش 20 تومن و اینا بود فکر کنم. خب ابزار بعدیمون 2 گیره هستش که واقعا محکمه و حالا جنسش پلاستیکه ولی خیلی گیره محکمه که تو پروژه‌های مختلف تو حالا ویدیوهای آینده ازش استفاده خواهیم کرد. بچه‌ها ببخشید که یکم سر و وضع من مناسب نیست، دستان که حالا میبینید سر و وضعش رو، چون همین الان از سر پروژه کمپرسور باد اومدم که این ابزار رو میخوام استفاده کنم. گفتم قبل از این که استفادهش کنم بهتون معرفی کنم، به خاطر همین با این سر و وضع نشستم اینجا و دارم واسه شما این ابزارا رو معرفی میکنم. اگه دوست داشتی پروژه کمپرسور باد رو ببینی که یه کمپرسور باد ایستاده من درست کردم، حالا اوورهالش کردم، یه کمپرسور 250 لیتری خوابیده بود که من ایستاده کردم و حالا یه سری تغییرات روش انجام دادم. اگه خواستی و دوست داشتی ببینی تو پلیلیست هست، میتونید پیدا کنید پروژه کمپرسور باد رو و ببینید. خب بریم واسه معرفی ابزار ما. گفتم که اینم چند تا گیره بود، 2 گیره بود، 3 دوتایی هستش. من اینا رو آنباکس کردم قبل از این که حالا بیام اینجا معرفی کنم، چون حالا از صحت سالم بودنش و اینا میخواستم مطمئن بشم، خاطر همین از پلاستیک درش آوردم. خب ابزار بعدی فرشه سیمی هست، همین الان میخوام استفاده کنم ازش. این فرشه سیمی برای حالا خیلی جا میشه ازش استفاده کرد. یه فرچه سیمی ساده هستش. ابزار بعدی این هم باز فرچه هست واسه سر دریل، رو دریل بسته میشه و میتونید کارهای حالا مختلفی رو باش انجام بدید. این ابزار واسه چی میگم بهش، آچار فیلتر بازکن هست، یعنی فیلتر ماشین و اینا هستش. واسه پروژه سمن گرفتم این رو و یه ابزار کاربردی ساده هست. خب ابزار بعدی ست 4 تایی گوشه‌گیر، یه گیره 90 درجه هستش واسه کارهای حالا MDF کاری و اینا زیاد کاربرد داره که اینم همینجوری گرفتم که تو پروژه های آینده حتما ازش استفاده خواهیم کرد. خب بچه 3 ابزار مونده این تو ابزار اصلی هستن که واسه پروژه سمن گرفتمشون. حدس بزنید که چی هست، هر کی درست حدس بزنه جایزه نداریم متاسفانه، ولی خب حدس بزنید دیگه، حالا کامنت ها رو پر کنید ببینیم چی پیش میاد. خب ابزار اصلیمون یه مشتی صافکاری هست که واسه پشت کار استفاده میشه و یه چکشی هستش که حالا واسه چکشکاری استفاده میکنیم. یه چکشی و یه مشتی که با انحنای کم هست و سایزش هم کوچیکه که این هم پشت کار استفاده میشه و این هم یه چکش هست که البته سایز چکش هم دور از انتظاره و واقعا فکر نمی کردم این سایزه، فکر می کردم که بزرگتر باشه. حالا تو کارهای ظریف میتونیم ازش استفاده کنیم ولی باید یکی بزرگترش رو حالا تهیه کنیم. خب این 3 ابزارمون اساسی ترین ابزار ما هست واسه یه پروژه سمن که میخوایم صافکاریشو خودمون انجام بدیم. حالا ببینیم میتونیم انجامش بدیم یا این ابزارها تو دستمون باد میکنه. بریم ببینیم چیکار کنیم. خب دوستان عزیز، اگه دوست داشتی این ویدیو رو حتما لایک و کامنت و اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب یادت نره. خب بچه‌ها بدبختی هامون دوباره شروع شد، مجدد باید بریم.
فعلا این رکابو هنوز تموم نکردم. صاحب مغازه میخواد اینجا رو تعمیر کنه، منم باید تخلیهش کنم دیگه. حالا باید بریم، دراشو همینجوری میندازم روش که بتونم ماشین حرکت بدم. بریم ببینیم چیکار میکنیم. باید بریم تو باغ، حالا ببینیم اونجا چه کاری میتونیم انجام بدیم.